کورسون میکشیدن من گفتم یک کیفیت شفایم سیگارکشی برای این جوان تاجیک به عادت تبدیل یافته است. 5 سال بعد سیگار میکشد و بعضی پیامدهای ناگوار آن را در بدنش احساس کرده است. میگوید هنگام ورزش نفس تنگی دارد. من سیگار کشی سر کردم وقتی استودنتی در دوم کورس. ضررش فقط وقتی مشق با ضررش حس میکنم چون که کمتر ادشکه دارم. جمالدین تاکید نمود که با وجود آنکه خطر سیگار در نوشتجات قوطی آن ذکر شده است، ساکنان با سبب‌های گوناگون به این عمل دست میزنند. من با اون خاطر سیگار میکشم که این به من معقول است. آنها هم هستند که با سیگار کشیدن راحت میکنند و با این راه مشکلاتشان را فراموش میکنند. طبیبان از خطر ناگوار تماکو از جمله نوش و سیگار به سلامتی ساکنان هشدار میدهند. نه تنها تاثیر سیگار و نیکوتینی که دارد با تاثیر منفی با رکوی مغز سر، رکوی دل میرساند. اینچنین رکوی پای هم آسیب میبینند. بسیارتر آدمایی که سابقه زیادی سیگارکشی دارند درد پای شدید که مراجعت میکنند و وقتی که تشخیصات علاوگی میگذاری میبینی که تا چند روز رکو محکم شده. این طبیب میگوید کشیدن نوس هم که حالا میان ساکنان زیاد به نظر میرسد مثل سیگار به سلامتی ضرر داشته است. به قول او راههای پیشگیری از پیامدهای بعدی نوس و سیگار وجود ندارد. توصیه میدهد که یگانه راه دست کشیدن از چنین عمل است. قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو سال 2011 قبول شده، بعدا به آن تغییر و الوه ها وارد کرده شد. طبق قانون کشیدن سیگار و نوس در تمام مکانهای عمومی به استثنای جایهای تعیین شده منع است. رکلام تماکو نیز اجازه نیست. ساکنان درباره پیامدهای کشیدن سیگار به سلامتی انسان نظرهای گوناگون دارند. آدمی با عقل، آدمی سالم هیچ وقت نه نوس میکشه نه سیگارت نه عرق. و در جای من خوانده بودم که 1 گرم به فکرم همون نیکوتینی که در ترکیب وای هست. نیکوتینه؟ نیکوتینی که در ترکیب همین سیگار هست اسب میکشد. او خیلی آدمی زود با شوشا نیست میکنه. مغز سرم همیشه هم نفس کشی و شیش پیش بسیار ضرر چی داره؟ چی میگن؟ ضرر منفی داره. شما سیگار میکشید؟ نه. آدما باید سیگار نکشن برای که آینده فرزنداش شده نمیتونن ایروی همین سیگار شده. آمار سال 2018 نشان میدهد که در تاجیکستان بیش از 5 میلیون نفر تماکو میکشند که 78% آنها را مردان، 10% را زنان و 12% دیگر را نابالغان تشکیل میدهند. ولی فعلا تعداد دقیق سیگار و نوسکش‌ها در کشور معلوم نیست.